اینجا مرکزی حمل و نقل شهر کلوب طریق روی آهن است. مساحتش 7 هکتار را تشکیل می‌دهد. مقامات این مسیر را برای بارکشانی و برآمدن تا اروپا انتخاب کرده اند. قرار است تا این مسیر بار از خطای طریق راه کلمخاروق، قلعه خم به کلوب رسد. از اینجا تاجران می توانند با راه آهن محصولات خود را تا اروپا صادرات کنند. وزیر نقلیات تاجیکستان این مسیر را به نمایندگان خیتای، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه معرفی دارد. در کنفرانس بین المللی در ترکمنستان، جایی که وزرای کشورهایی که امکانی به بحرها برآمدن ندارآمده بودند جمع شده بودیم یک ماه پیش. اونجا از نقطه نظریوی آغاز بخشیدیم و خوشبختانه امروز در کولاب در تاجیکستان عزیز به طور عملی برای بردن و آوردن بارها از چین و دیگر کشورها و برعکس به چین یک کار عملی را آغاز نمودیم. مقامات میگویند که انتخاب شدن کلوب برای حمل و نقل نزدیک بودن راه‌ها است. شهر کلوب در جنوبی تاجیکستان جایگیر است. راهی بین المللی از طریق این شهر می‌گذرد. از پایتخت تاجیکستان در 300 کیلومتری قرار دارد. تاریخ نگاران هم میگویند در گذشته راهی ابریشم طریق این شهر می‌گذشت. با گفته مقامات در قرن نو تنها نام راه عوض شد. امروز هم راه ابریشم است و راه کوتاه‌ترین به مرکزی به پایتختمان، به شمال کشورمان و به ازبکستان و قرقیزستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسود و به خاک ازبکستان و ترکمنستان به ایران و ترکیه است. مقامات هم میگویند که این اولین آزمایش حمل و نقل مولتی مدلی بار توسط دالان چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است. اینچنین صاحبکاران می توانند به رسمیت دراری بارخطهای خود را طریق الکترونی انجام دهند. قید کردن با مورد است که این حجت گلوبالی ترانزیتی که GTRD نام دارد، این یکی از همین گونه حجت‌های رقمی می باشد که بدون کاغذ من بعد می تواند که برای هم انتقال دهندگان، هم خدمات گمرک، هم دیگر خدمات علاقمند سبکی‌ها بیارد. انتخاب شدن کلوب همچون راه ترانزیتی بیشتری ساکنان را خوشحال کرده است. اما برخی صاحب نظران میگویند تا این طرح در عمل اجرا نشود برای خوشحال بودن بر وقت است. مقامات هم چند پیش از نبود راههای برون رفت شکایت کرده بودند. گفته بودند که بیشتری تاجران نمیتوانند از این منطقه بارهای خود را به خارج برارند. اکنون همه به این طرح امید بسته است که هرچه زودتر به راه مانده شود. شهر کلوب راه آهن فرودگاهی بین المللی دارد و به قلمروی افغانستان نزدیک است. راهی بین المللی به سمت خیتای از این شهر عبور می کند. چند سال است که راههای بین المللی این منطقه از سوی راهسازان چینی بازسازی می شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، راه آهن کلوب.